سلام دوستای عزیز و نازنین، خدا کنه هر جای دنیا که هستین جور و صحتمند و سر حال باشین، دلتان شاد و پر از انرژی مثبت باشین. عزیزای دل، امروز میخوایم یک داستان ساده ولی خیلی آموزنده از روزهای زندگی اون را براتون بگویم. شاید برای بعضی ها این داستان بی اهمیت بیایه، ولی من وقتی طرف داستان نگاه کردم، وقتی درباره داستان فکر کردم، فهمیدم که داستان میتونه برای خیلی ها امید بیته و میتونه خیلی ها آموزنده باشه و میتونه که برای شما این فرصت فراهم کنه که از کوچکترین فرصت هایتون استفاده کنین. اگر شما دوست داشتین که این داستان رو بشنوین، خوشحال میشم که ویدیو را لایک کنین و با من تا پایان همراه باشید. یک روز وقتی مصروف کارهای خانه بودم، یک بار فکر کردم که من همیشه دنبال تغییرات بزرگ در زندگیم بودم. همیشه منتظر بودم که یک چیز خارق العاده پیش بیاد و چیزی که مرا از این روزمرگی بیرون بکشه و زندگی من دگرگون کنه، اما هرچی منتظر میماندم خبری نمیشد. خود درگیر کارهای خانه و بچه ها و مشکلات روزمره میدیدم. همیشه وقت کم داشتم. همیشه احساس میکردم باید بیشتر از اینا باشم و در این حال هیچ چیزی برای خودم نداشتم. همینطور روزها یکی پس از دیگه میگذشت و من همچنان منتظر میماندم. یک روز که به بچه ها رسیدگی میکردم، یکی از اینا از من خواست که همراهشان یک بازی جدید امتحان کنم و من همون لحظه احساس کردم که فعلا وقت ندارم، بدون از اینکه به این چیزی بگویم. ولی باز هم به خود فکر کردم که همیشه کارها به تعویق میفته و چیزی که دلم به من گفت این لحظات کوچک هم مهم هستند. و من به بچه‌ام گفتم که درست است، مشکلی نیست، با هم بازی را شروع کردیم. و اولین بار بود که با این نگاه با بچه ها بازی میکردم، در حالی که تمام دلم با کارهای خانه بود. یک دفعه فهمیدم که این لحظه همین فعلا خودش یک معجزه‌ای بوده. بازی که شروع کردیم خیلی ساده بود، اما همین لحظه ها بود که فهمیدیم زندگی چیزی نیست جز همین لحظه های ساده و کوچک. ای که من زمان بگذارم بر چیزهایی که به ظاهر ساده و بی اهمیت به نظر میرسه، میتونه به خودم و اطرافیانم ارزش زیادی داشته باشه. اما لحظه ای که با بچه ها بازی میکردم و دیدم که چقدر با شوق و ذوق و با لبخند زیبا اونا شاد هستن، با شوق و ذوق بازی میکنن، تصمیم گرفتم که دیگه در جستجوی تغییرات بزرگ نباشم. تصمیم گرفتم که خودت در همین لحظات کوچک پیدا کنم. توضیحات زیاد از این داستان نمیخوایم بتونم، اما نکته‌ای که میخوایم واقعا به شما بگوییم که گاهی وقتها ما در زندگی منتظر چیزهای بزرگ و خارق العاده میمانیم، اما حقیقتیه که بزرگترین تغییرات در همین لحظه های ساده و کوچک اتفاق میفته. زندگی ما با همین لحظات پر از جزئیات زیبا و ساده میشه. هر روزی که از خواب بیدار میشیم فرصت داریم که تغییر کنیم و از همین لحظات کوچک بهترین استفاده ها را ببریم. پس اگه احساس میکنی که در دایره از کارهای روزمره گیر کردی، بدون که هیچ چیزی بی ارزش نیست. تو هر روز میتونی از همین لحظات استفاده کنی و خودت در این ساده ترین چیزها پیدا کنی. خلاصه این که یاد ما باشه که زندگی در همین لحظات ساده و روزمره است. هر کدام از ما میتونیم در این روزهای معمولی اتفاقات بزرگ بسازیم. دوستای نازنین، سپاس فراوان که تا پایان ویدیو با ما همراه بودین. عزیزای دلی که تازه به چینل پیوستن و با ما آشنایی ندارن، من محدثه سلیمانی هستم و هفته یک ویدیو روزهای پنجشنبه از سرگذشت هایم براتون میگم. اگر شما هم دوست داشتین میتونین که عضو چینل ما شوین، ویدیو را لایک کنین، چینل را سابسکرایب کنین، علامت زنگوله را هم فعال سازین و منتظر ویدیوهای جدید ما باشین. تا که باز هم به ویدیو دیگه در خدمتتان قرار میگیرم. همگیتان به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقاتتان خوش، موفق باشید.